چه کسی در میزند؟ مادر احمد، زود در رو باز کن، احتمالاً احمد نتیجه امتحاناتش رو آورده. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مادر شکر خدا در امتحاناتم قبول شدم. اسمم تو لیست شاگرد اولای مدرسه نوشته شده. الحمدلله الحمدلله. پسرم، از خدا میخواهم روزی تو را عالمی و دانشمندی بزرگ ببینم که به اسلام و مسلمین نفع و بهره برسانی. خداوندا آمین. به وعده که به من دادین باید وفا کنم. بله احمد جان، وعدم را به خوبی به یاد دارم. کی به مسافرت میریم؟ اگر خدا بخواهد فردا برای دیدن پسر عموهایت به مسافرت میرویم. مادر احمد، آیا چمدانهای سفر را آماده کرده ای؟ بله الحمدلله، کارم تمام شد. نماز ظهرت را خوانده ای؟ بله. بیا که با هم نماز عصر را جمع بخوانیم. چگونه جمع بخوانیم؟ ما هنوز مسافرت در نکرده شهر به ایم. ما اجازه داده شده که اگر نیت سفر کرده ایم بتوانیم نمازهایمان را فقط آیا جمع نمازمان را قصر و جمع میخوانیم؟ نه، لازم نیست هرگاه نمازمان را جمع کردیم حتما قصر نیز انجام دهیم. بعضی هنگام جمع میکنیم ولی قصر نماز شرط نیست. در حدیث آمده است که حضرت محمد هنگامی که قصد سفر داشت و خورشید زوال میکرد ظهر و عصر را جمع میخواند. خداوند چه راست فرمود. خداوند آسانی را برای شما و سختی شما را نخواسته است. ایشالله به مجرد رسیدنمون با شما تماس میگیریم. الحمدلله چند جای خالی در اتوبوسی که به مقصد ما میرود پیدا کرد. پس کی این اتوبوس حرکت احمد میکنه؟ جان دیگه نزدیک حرکت کنه. ما در قطار بودیم و اذان مغرب بود، نتوانستیم نماز بخوانیم. اگر خدا بخواهد هنگامی که به مقصد رسیدیم مغرب و عشا را با هم جمع و قصر میکنیم. قصر یعنی چی؟ یعنی اینکه احمد جان نماز عشا را که 4 رکعت است 2 رکعت بخوانی. پدر آیا اجازه این کارو داری؟ بله ای پسرم، خداوند میفرماید هنگامی که سفر کردید و ترسیدید که کافران به شما ضرری برسانند، اگر نمازتان را قصر کنید گناهی بر شما نخواهد، همانا که کافران برای شما دشمنانی آشکارند. همانا خداوند پاک و بلند مرتبه در این آیه مؤمنان را خبر می‌دهد که هنگامی که سفر کردند می‌توانند از رکعات نماز فرض کم کنند. مثلا نماز 4 رکعتی مانند ظهر و عصر و عشا را 2 رکعت بخوانند و اسلام دینی آسان است. پس حالا نماز صبح و 1 رکعت و نماز مغرب 1.5 رکعت میخونیم. آره؟ نماز صبح و مغرب را نمیتوان به صورت قصر خواند و قصر فقط مخصوص 4 رکعتی هاست. آیا پیامبر ما اصحابش هم اینجوری این کارا رو انجام میدادن؟ بله احمد جان، کم کردن رکعات نماز از سنت رسول خدا و سنت خلفای راشدان حضرت است. و حضرت و همچنین ابوبکر صدیق و عمر فاروق و جمیع اصحاب که خدا از همه آنها راضی باشد نیز در سفر نماز را قصر کردند. اما مگه خداوند نگفته که اگر از کافران ترسیدین قصر بخونین و الان ما در امن و امان هستیم، پس چرا داریم قصر میگیم؟ در احادیث وارد شده که یعلا پسر امیه گفت به عمر ابن خطاب گفتم همانا خداوند گفته است اگر از کافران ترسیدید قصر کنید و حال مردم در آرامش هستند. عمر فرمود منم از این مسئله تعجب کردم و به رسول خدا این را گفتم. حضرت فرمودند این صدقه ای از خداوند بر شماست، پس صدقه‌اش را بپذیرید. آیا علما مسافت معینی را برای سفر تعیین کرده اند تا قصر صورت گیرد؟ عموم علما مسافت قاصر را تعیین کردند، اما رأی راجح و صحیح این است که قصر نماز جایز است
در همه سفرهای مباح بدون تعیین مسافتی خاص و این به عرف برمیگردد. چرا نماز ظهر رو در خونه هنگامی که نمیخواستیم سفر کنیم به صورت قصد نخوندیم؟ این گونه نیست احمد جان. مسافر نمیتواند نمازش را قصر کند تا اینکه از خانه‌های شهریش خارج شود و تا وقتی که به اول خانه شهر خود برنگشته است میتواند نماز را قصر کند. آیا مسافری که در جایی مقیم شد باز میتواند قصر بخواند؟ مسافر تا زمانی که مسافر است میتواند قصر بخواند و همچنین اگر به خاطر نیازی مجبور شد بماند نیز قصر میکند، زیرا اون نیز مسافر حساب میشود. همانا رسول خدا و اصحابش بعد فتح مکه 20 روز در آنجا نماز را قصر کردند. چقدر این دین آسونه. بله الحمدلله رسیدی.